که در کارنامه‌اش تا به فینال رفته است در گرند سلم. برنده نشان نقره گرند سلم در باکو سال 2021 و برنده مدال برنجی گرند سلم ابودابی سال 2021 در برابر استفان هگی قرار میگیرد. استفان هگی ورزشکار 23 ساله است. شناخت خوب هم از همدیگر دارند. آخرین مبارزه این ورزشکاران که به سال 2021 برمیگردد گرند سلم تل اویو بود و در آنجا تیمور رحیموف در مدت 3 دقیقه و 15 ثانیه استفان را مغلوب کرده بود. اما ببینیم این بار چه اتفاق میافتد. و هر حال مبارزه ادامه دارد. امتیازی که به دست آورده بود تیمور رحیموف در رقابت قبلی امتیاز کامل ایپون بود. دوستان عزیز فعلا هم مشخص خواهم گفت که با کدام روش، همون به سمت چپ، سمت دوست داشته تیمور یا سمت مقبول و با اصول پایزنی دهشی برای حریف رو کنترل کرده بود. یعنی با پای چپش پای راست حریف رو چنگ زده بود. به همین ترتیب تعادل او گم شده بود. بار دیگر هم موقعیت خوب برای تیمور از پس گریبان حریف هم بسیار چنگ خوب زده است. دستی حریف رو هم به مورد قپیده است. میگریزد هگی استفان، میگریزد از اصولی که در مد نظر دارد. تیمور میگریزد. ببینید بار دیگر نیز در همان لحظه اول تیمور باز چنگ میزند. حالت فیزیکیش هم بسیار خوب است. تیمور رو موقع قپیدن بسیار به مورد، اما اجرای اصول خوب نیست، چون که دستی حریف هم به خاطر وارد نشدن تیمور محکم بلاک در حالت بلاک یا دفاعی هست. اکنون تیمور موفق می شود. اصول معمولی باز از پشت پای میزند. اینجا از سبب از مربع خارج شدن باید یک کارت زرد به استفان هگی داور بدهد، اما داور خاموش است شاید. بله ببینید چیدو نمیدهد. اگرچه استفان هگی از مربع خارج شد. 2 دقیقه دیگر تا پایان وقت اساسی باقی مانده است. تیمور در برابر حریفی است که آخران بار بر مقابل او پیروز شده بود. در مسابقات دوحه قطر هم سال 2021 در گلدن سکات تیمور رحیموف با امتیاز کامل ایپون این حریف را مغلوب کرده بود. اوچیماتا به همین ترتیب تیمور این هم جذابیتی که به رقم میزند. ببینید چی جانانه اجرا میکند اصول را و اوچیماتا که رقم میخورد. این هم یک امتیاز وزر برمغان میارد برای تیمور. دست حریف را محکمتر و تیزتر اگر میکشید امتیازش کامل میشد، یعنی امتیاز ایپون. به هر حال فرصت هست. آن فرصت را با وقت کشی اگر سپری کند تیمور موفق میشود به 4-1 نهایی برود. دوستان عزیز و 4-1 نهایی خواهد رفت تیمور رحیموف اگر همین 1 دقیقه و 8 ثانیه دیگر را تواند تا آخرین لحظه مبارزه برد، تم به شکست ندهد. به هر حال غرورش برای رقابت صافدلانه و رقابت منصفانه خیلی برمعلا هست. ثانیه هایی که پشت سر می شوند بر سود ورزشگر ما خواهد بود، ولی تیمور یک بار دیگر می خواهد اجرای اصول کند. در فن پرتابی بر نمالوها نگاه می کند و می بیند که سونیا سنج چگونه هست، ولی فریفته سونیا سنج نباید شد. فقط اگر تواند مبارزه را تا لحظه پایان ادامه بدهد یک اصول دیگر برای دریافت وزر کند، به همین ترتیب موفق می شود یا نه؟ بله موفق می شود. وزر عوضت ایپون 2 اصولی که اجرا کرد اوچیماتا بود. در مدت 3 دقیقه و 39 ثانیه تیمور رحیموف
مراتبه سیوم پیاپی هست که بر استفان هگی از استریا پیروز می شود و با مرحله نیمه نهایی رقابت ها می رود و تیمور رحیموف احتمال دارد در مرحله نیمه نهایی با توشیشویلی روبرو شود. باز یک رقابت گویم تاریخی در پیش رو